فکر میکنم در اینجا خبرهایی هست که نیاز به توضیح دارد. چه خبر است اینجا؟ چیزی رو که توی ذهنم بود راجع به افغانستان وقتی اومدم اینجا و توی این چند روزی که اینجا بودم اصلا کلا شکست به هم ریخت. چرا راجع به افغانستان نمیان زیبایی ها رو به تصویر نمیکشن؟ این همه خوبی، این همه آثار زیبایی که خداوند خلق کرده و افغانستان رو تبدیل به یک بهشتش کرده، چرا نمیان اینا رو معرفی کنن به دنیا؟ فیلمنامه اصحاب کهف رو به من دادن، گفتن که میخوایم کار کنیم و میخوایم که نقش اصلیش مکسیمیلیان رو شما بازی بکنیم. از همه علایق خود دست شسته و خدا را برگزیده. 60-70 تا دونه فقط فیلم سینمایی دارم، ماشاءالله. بالغ بر 400-500 قسمت فقط سریال دارم، بالغ بر 100 تا دونه تلفیلم دارم. خیلی کار کردم. من زندگیم دست الان یکی از دوستان افغانی خودم هستش. مهاجرین افغان رو توی کشور خودمون اصلا غریبه نمیدونیم، اونا مثل برادر و خواهر خودمون میمونن. اگر این شغل براش مهیا باشه، اگه شرایط زندگی براش مهیا باشه، دغدغه خاطر نداشته باشه راجع به کار و زندگی و مسائل دیگه‌اش، کجا بهتر از خاک خود آدم؟ حامیان مالی این برنامه: موبایل GM، مسئولی از کشور ترکمنستان. و اخبلواک موبایل. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز به سلسله پادکست های ما. خیلی خوش آمدید و من تمیم سعیدی در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، فصل جدید را شروع کردیم. ماشاءالله مهمانا فوق العاده است و یکی از عزیزترین مهمانای دیگر در این پادکست دارم. مهمان ما عزیز مصر، عزیز ایران و عزیز افغانستان، آقای جعفر دهقان هستند. آقای دهقان، خیلی خوش آمدید به کشور ما افغانستان و صفا آوردین. چشمای ما روشن، چطور که طرف ما دور خوردین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، همه همکارای عزیزتون. علیکم السلام. همه مردم با عشق، صمیمی، دوست داشتنی و با صفا و مهمان نواز خوب افغانستان. خیلی خوشحالم که این اتفاق پیش اومد و این شرایطی به وجود اومد به وسیله بعضی از دوستانمون که مهمان مردم خونگرم و مهمان نواز افغانستان باشیم. اومدیم و چقدر خوب شد، چقدر خوشحال شدم. یعنی چقدر نگاهم، چقدر اون تفکری که نسبت به افغانستان داشتم تغییر کرد. یعنی دقیقاً اصلا تعارف ندارم، من خیلی راحت حرفمو میزنم. یعنی چیزی رو که توی ذهنم بود راجع به افغانستان وقتی اومدم اینجا و توی این چند روزی که اینجا بودم اصلا کلا شکست به هم ریخت. یعنی طوری شد که امکان نداره من برم تهران. من یک نفر خودم شخصا دارم عرض میکنم، از خوبی های مردم افغانستان، از صفا و صمیمیت مردم افغانستان، از میهمان نوازیشون، از کشور بسیار زیبا و فوق‌العاده شون من تعریف نکنم. یعنی حیفه واقعا. من همیشه میگم که من موندم چرا رسانه های افغانستان، رسانه تلویزیون افغانستان، جایی که به هر حال دارن کارهای فرهنگی میکنن توی این کشور، چرا راجع به افغانستان نمیان زیبایی ها رو به تصویر نمیکشن؟ این همه خوبی، این همه آثار زیبایی که خداوند خلق کرده و افغانستان رو تبدیل به یک بهشتش کرده، چرا نمیان اینا رو معرفی کنن به دنیا؟ چرا تا کی میخوان اجازه بدن که این شبکه‌های بیگانه، شبکه‌هایی که معاند هستن، بیان و راجب فقط فقر و بدبختی افغانستان بخوام بگن و افغانستان رو مقایسه بکنن با افغانستانی که قبل از انقلاب ما به وجود اومده بود؟ چرا اونجوری میبیننش؟ این یک ضعفیه که توی کار فرهنگی داره افغانستان داره انجام میده. امیدوارم مسئولین افغانستان، کسانی که به هر حال دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن در جهت نشون دادن زیبایی ها و مهربانی ها و اون عشق و صفا و صمیمیتی که بین افغان ها وجود داره، اون رو به دنیا نشون بدن. واقعا و ارزش شما بالاتر از این است جناب استاد و خدا کنه که مهمان نوازی درستی از شما شده باشه. اصلا بدون شک. اصلا عرض کردم همون اوایل سخنانم که
اصلا نگاه هم نسبت به افغانستان چیز دیگری بود و چیز دیگری شد. دقیقاً استاد، ما میخوایم پرسان بکنم که تصور شما و انتظار شما از افغانستانی که میشنیدین چی بود؟ والا چیزای خوبی نمیشنیدیم، یعنی میگفتیم که الان فکر کن تلاش میکنن که افغانستان رو بد نشون بدن. نه قربونت برم، اینا نیست. من از همینجا دارم به مردم دنیا دارم میگم بیایید یک بار افغانستان رو ببینید، بیایید یک بار شده بیایید و اون تفکری رو که نسبت به افغانستان دارید توی ذهنتون اون رو همه رو بریزید دور و بلند شید بیایید اینجا. اون عشق و صفا و محبت و صمیمیت و مهمان نوازی مردم افغانستان رو بیایید نگاه بکنید و ببینید مردم افغانستان دارن صفا میکنن، دارن زندگی. کسری هایی وجود داره، اصلا منکر این نیستیم، کمبودایی وجود داره. به هر حال تازه حکومت چیز به قول معروف حالا اومده، حکومت اسلامی تازه شکل گرفته. اجازه بدیم یه چند سال بگذره بعد بشینیم قضاوت کنیم. بسیار خوب، بسیار خوب. تشکر استاد عزیز. و برداشت شما از فرهنگ و مردم افغانستان چگونه بوده و چه شباهت‌هایی می‌بینین بین فرهنگ ما و خود شما در ایران؟ ببین ما خیلی فرهنگمون خیلی با هم دیگه مشترکه و مهمترینش زبانمونه. واقعا مهمترینش زبانمونه. شما فارسی زبان هستید، ما هم فارسی زبانیم. خیلی فرهنگمون با هم دیگه یکیه. اصلا عید نوروزمون، عرض کنم که ماه مبارک رمضانمون، خیلی چیزهامون ما هم مسلمانیم هم همسایه‌ایم، همه چی خیلی چیزای مشترک با هم دیگه داریم، چه تو بحث فرهنگیش چه تو بحث اجتماعیش، چه توی خیلی چیزای سیاسیش خیلی راحت با هم دیگه داریم کار میکنیم، کنار میاییم. و امیدوارم که این تعاملات روز به روز بیشتر بشه و این دو تا کشور ایران و افغانستان، دو تا کشور دوست، برادر، همسایه و مسلمان که خیلی من خیلی چیزها رو میدونم راجع به حالا به هر حال کشور افغانستان و میدونم که حالا قبل از اینکه جنگ بشه به هر حال خیلی هاشون توی ایران بودن، همین الانش هم توی ایران هستن و میهمان ما هستن و ما داریم با جان و دل از اینا پذیرایی میکنیم. خدا بنده که الان اینجا پیش شما نشستم، خب من یک دوست افغانی دارم که زندگیم دست این دوستمه، آیه تاجیک، علی تاجیک، زندگیم دست این بنده خداست. یعنی تا این حد من به ایشون اعتماد دارم و امین بنده هستش. مردم شریف، میهمان نواز، خوب. بابا بیایم ببینیم. و همه اینا برمیگرده به دولت اسلامی افغانستان. شرایطی رو به وجود بیاره این دولت اسلامی افغانستان و کارهای فرهنگی بسیار زیادی رو انجام بده. حالا من میگم که حالا خودشون الان شرایطش ندارن، به هر حال حکومت تازه تأسیس ها رو، تازه انقلاب شده، تازه کشور داره شکل میگیره، اما میشود از کشورهای دوست و همسایه مثل کشور ایران، مثل کشور خود ما، از اینها کمک بگیرن تو بحث حالا کارهای فرهنگیش، تو بحث کارهای هنریش، از اینها کمک بگیرن و برای بچه‌های افغان راه بیفتن و نشون بدن که کشورشون چقدر کشور آباد و آزاده و دنبال آزادگی هستند. اینها رو به مردم دنیا معرفی بکنن و شرایطی رو به وجود بیارن که توریست جذب بکنه. بیان توریستا بیان از تمام دنیا بیان ببرن. بابا انقدر امریکایی‌ها تو ذهن ما فرو کرده بودن که آقا افغانستان الست، افغانستان بلست، یله بل اینجوری بیری، اصلا جرئت نمی‌کردی اسم افغانستان رو بیاری، چه برسه که بیای. ولی الان من اومدم، خدا شاهده، خود دلم نمیاد برگردم، واقعا میگم خدا رو دارم شاهد میگیرم، انقدر اینجا به من خوش گذشت، انقدر مردم با عشق و با صفایی داره که دلت نمیاد، حیفت میاد که بخوای ازشون جدا بشی. یعنی من فردا میخوام برم واقعا ناراحتم و آرزو میکنم که شاید شرایط دیگری باز هم به وجود بیاد که باز هم بیام و این دوستای خوبی که توی افغانستان پیدا کردم رو بازم مجددا ببینم. زنده باشین استاد، بسیار تشکر، لطف کردین. استاد بیاین کم در مورد خود بگین. درست از هموطنان ما فقط با چهره‌های هنری شما آشنا هستن و چیز بیشتری ممکن در مورد خود شما نفهمن و
ایره بگین که زاده کدام جغرافیای زیبای ایران هستین؟ طفولیت به کجا بوده؟ آوان جوانی و نوجوانی را به کجا سپری کردین؟ کمی از حال و هوای کودکی و نوجوانی بگین. عرض کنم خدمتتون که بنده متولد 8 خرداد 1339، الان 65 سالم هست. ماشاءالله. و عرض کنم که من بچه تهرانم. عالیست. بله، توی تهران متولد شدم. پدرم بچه استان البرز، مادرم بچه استان تهران و 2 فرزند دارم، یه پسر یک دختر که جفتشون رفتن سر زندگیشون، هر کدوم هم صاحب یک فرزند هستن، یک اولاد دارن زندگیشونو میکنن. 2 تا هم نوه دارم خدا رو شکر. و کار بازیگری رو من از 12 سالگی، از قبل از انقلاب ایران با تئاتر شروع کردم. بله. بعد از پیروزی انقلاب که تازه سال 57 انقلاب پیروز شده بود، من جذب حوزه هنری شدم. حوزه هنری اندیشه و هنر اسلامی بود اول، که بعدش تبدیل شد به حوزه هنری سازمان تبلیغات. درست. یعنی یه جایی بود، یک مکانی بود که تمام بچه مسلمونا جمع می شدن اونجا و می اومدن کارهای هنری قرآنی، کارهای اسلامی شکل بگیره انجام بدیم. یعنی ما وقتی که رفتیم داخل حوزه هنری تصمیم گرفتیم اونجا که انقلابم شده، به هر حال شکلی گرفته و اومدیم اون هنری که قبل از انقلاب وجود داشت که هنر طاغوتی بود، سینمای قبل از انقلاب رو گذاشتیم کنار و اومدیم گفتیم بچه‌ها بیایم و هنر اسلامی رو شکل بدیم. یعنی سینمای متعهد، سینمایی که تعهد داخلش داشته باشه و متعهد باشه به مسائل اخلاقی و انسانی هر شخصی که تو این مملکت وجود داره. درست. اومدیم سینمای اسلامی رو شکل دادیم، کار کردیم. همون موقع که داشتیم کار خود چندین فیلم کار کردیم. خب من که بعد خورد به زمان جنگ و خب من شدم یکی از پرکارترین بازیگران سینمای دفاع مقدس. یعنی هیچ کدوم از بازیگرای سینمای ایران به اندازه من توی سینمای دفاع مقدس حضور نداشت که به عنوان بهترین بازیگر سینمای دفاع مقدس هم معرفی شدم. عرض کنم که جوایزهای مختلفی هم گرفتم. جوایزهای توی سینمای مقاومت، عرض کنم که سیمرغ بلورینی بهترین بازیگر توی جشنواره 12 فجر، عرض کنم که جوایزهای مختلف از این ور اون ور، جشنواره‌های مختلف گرفتم، ولی هیچ کدوم اینا اصلا برای من اهمیتی نداره. با اون مهم اون جایزه‌ای رو که میگیری اصلا ارزشی نداره برای آدم. بعد درسته یه ارزشای حالا هنری، ارزشایی که داشته باشه بخواد آدم باش بگه که آقا من بله زحمات من رو دیده شده و اینا. مهم به نظر من مردم وقتی که نگاه بکنن و با شما ارتباط برقرار بکنن، شما کاری رو که داری انجام میدی به دل مردم نشسته، مردم با شما ارتباط برقرار میکنن، کار شما رو نگاه میکنن و نظرسنجی میکنن و دوستتون دارن شما رو، این بهترین جایزه است، بهترین هدیه است که میتونی از طرف مردم بگیری. چه چیزی بهتر از این که شما ما میگفتیم حالا مثلا ما عزیز مصر رو بازی کردیم، آدم عزیز مردم باشه. بالکل که هسته. چقدر خوبه. خدا رو شکر، من خدا رو شاکرم که برای من شرایطی به وجود اومد که من کارهایی رو انجام بدم که مردم دوست دارن، مردم باش ارتباط برقرار کردن و همه اینا رو من جزء صالحات و باقیات میدونم و همیشه میگم خدایا عاقبتمون رو به خیر کن، الهی که عاقبت به خیر بشیم. اصلا مهم نیستش که من جعفر دهقان هستم، بازیگر سینما هم، نه، همه ما یه روزی میاییم و یک روز میریم. دعا کنیم که انشالله هممون عاقبتمون به خیر بشه. واقعا. و استاد از داستان اصحاب کهف بگوین، چطور راه پیدا کردین به نقش اول سریال؟ من اولین سریالی که من قبل از اصحاب کهف خب فقط فیلم‌های سینمایی کار می‌کردم. بله. یعنی همیشه نگران بودم که اگه میگفتم اگه برم تو تلویزیون فعالیت کنم، کار کنم، ممکنه که از سینما دور بمونم و این اشتباه بود. فکر می‌کردم که سینما یعنی که فقط آدم کار سینمایی انجام بده. بازیگری یعنی این. که خیلی دوست داشتم که اولین کاری رو که دارم با تلویزیون انجام میدم با یه کار خیلی خوب و محکم بیام و این اتفاق افتاد. خدا رحمتشون کنه، آقای فرج‌الله سلحشور اومدن و فیلمنامه اصحاب کهف رو به من دادن، گفتن که میخوایم کار کنیم و میخوایم که نقش اصلیش مکسیمیلیان رو شما بازی بکنید. خب خوندم، خیلی خوشم اومد، دیدم از هر جهت نگاه بکنی یک کار ارزشی و برازنده کاری است که به هر حال
قصه قرآن هستش. قصه های قرآن هم همیشه مردم باش اونس گرفته و تعلق خاطر دارن و باش زندگی کردن قصه های قرآنی رو. و من گفتم که آره چرا نه، پذیرفتم و رفتم با سریال اصحاب کهف پای من به تلویزیون باز شد که بعدش دیگه ادامه پیدا کرد کارهای دیگه. و چند ساله بودین استاد؟ من سر سریال اصحاب کهف 32 سالم بود. 32 سال، دقیقاً 32-33 سال پیش. آلیس. و لوکیشن یا مکان ضبط کجا بود استاد؟ همش توی شهرک سینمایی غزالی بود. واقعا؟ بله همش اونجا بود. دکور زده بودن. اصلا به کشور دیگه نرفته بودین؟ نه کشورهای دیگه ما هیچ جا نرفتیم، فقط یکی دو تا سکانس‌های خارجی داشت که بیرون غار رو می‌خواستیم بگیریم که اون دیگه سمت شهریار اونورای جایی بود به نام قجر تخت رستم. یه روستایی بود که این کوه اونجا وجود داشت. رفتیم اون صحنه بیرون غار رو که این اصحاب کهف وارد غار میخوام بشن اینا رو رفتیم اونجا فیلم برداری کردیم و اینا همش داخل دکور بود توی شهرک سینمای غزالی. آلیس. و بعد از این تا فاصله با سریال یوسف پیامبر، حضرت یوسف پیامبر چقدر بود؟ چه کارهایی در این مدت کردید و چه زمان شروع کردید؟ خیلی کار کردم. به هر حال بعد از سریال اصحاب کهف من بیشتر میگم توی حالا کارهای سینمایی بیشتر حضور داشتم، ولی خب در کنارش با همون اصحاب کهف پام به تلویزیونم باز شد. بله. سریال های مختلف اومدم کار کردم، آتش و شبنم، فریاد بی صدا، آسمان همیشه ابری نیست، خیلی سریال های دیگه که الان حالا حضور ذهن ندارم بخوام بگم. اینا رو کار کردم تا اومد تقریبا 12 سال بعدش سریال حضرت یوسف پیشنهاد شد که آیه سلرشون میخواستن اونم کار کنم. باز مجدداً من بله خدا رحمتشون کنه، مجدداً من دعوت به عمل اومد و پذیرفتم. یعنی چه کسی بهتر از فرج الله سلشور که داره کارهای قرآنی میکنه، چه کسی بهتر از این؟ و باورتون شاید نشه من تمام کارهایی که کردم یه طرف، این کارهایی که قرآنی بوده کردم یه طرف دیگه. یعنی خیر و برکتی که این کارها برای من توی زندگیم داشته اصلا قابل مقایسه نیست با کارهای دیگه. چه تأثیر خاصی داشته؟ خیلی چه از جهت معنوی برای خود من، چه از جهت حالا برکتی که توی زندگیم برای من آورده. خیلی مسائل دیگه، کارهایی که وقتی شما ببین، من همیشه دارم میگم بازیگر اگر نقشی رو بهش پیشنهاد میشه، کاری بهش پیشنهاد میشه، اون شخصیت رو، اون قصه رو باور داشته باشه، مطمئن باشید که بیننده هم باورش میکنن. اگر باورش نداشته باشه نباید بره کار بکنه. من اگر نقشی رو بازی میکنم مطمئن باشید که اون رو با جون و دل پذیرفتم، جزء باورهای من هستش و میرم و کار میکنم و خدا رو شکر مورد قبولم واقع میشه. و از شخصیتی که در سریال یوسف پیامبر بازی کردید راضی هستید؟ آره چرا نه، برای ما که عالی بود. زنده باشید. و استاد چگونه برای نقش‌های تاریخی و مذهبی خود را در قالبش انعطاف پذیری می‌کنید؟ ببین برای بازی کردن من متوجه شدم شما چی میگی. ببین نقش‌ها متفاوتن، شخصیت‌ها متفاوتن. شما یه موقع هست که می‌خوای یک نقش رو بازی بکنی، نگاه می‌کنی می‌بینی این شخصیت یک شخصیته، یه موقع هست یک تیپه. بله. خب تیپ گرفتن با شخصیت زمین تا آسمون متفاوته. شما وقتی قراره یک نقشی رو بازی کنی که یک شخصیتی هست، خب باید براش تحقیق کنی، باید پیرامون اون نقش، اون شخصیت مطالعه کنی، تحقیق کنی، بری این ور اون ور، با خود کارگردان صحبت کنی و پیدا کنی اون شخصیت رو طوری که بهش نزدیک بشی. وقتی که بهش نزدیک شدی، پذیرفتیش، میشه جزء وجودت، یعنی میشی اون آدم. بله. میشی اون آدم. وقتی که بشی اون آدم، خود به خود همیشه میشه دیگه. من میگم من سر این سریالی که کار میکردم، من زمانی که لباس اون شخصیت رو میپوشیدم، گیریم اون شخصیت رو انجام میدادن روی صورتم، وارد فضای اون کار میشدم، اصلا دیگه من جعفر دهقان نبودم. و این تعادل حفظ کردن استاد کار ساده ای که نیست، خیلی کار مشکلیه. کار دیالوگ های کارهای تاریخی به هر حال خیلی کار سخته. یعنی اگر بازیگر آمادگیشو نداشته باشه که بتونه حالا از جهت ذهنی، از جهت حالا مسائل دیگه آماده نباشه، خب دیالوگای سخت و سنگینی هستش، نمیشه اینا رو حفظ کرد. باید خوند.
باید چندین بار بخونی که ملکه ذهنت بشه. زمانی که شما داری این دیالوگ ها رو داری میگی، بیننده باور کنه که آقا تو داری دیالوگ ها رو داری میگی، داری بازی میکنی. بازی نمیکنی، داری زندگی میکنی با اون دیالوگ ها. هر زمان که زندگی کردی، بیننده نگات کرد، باورت کرد، بدون متوجه شدی. وگرنه اگه قرار باشه، من همیشه میگم آقا، خیلی از بازیگرا میگن که ما رفتیم درس خوندیم، رفتیم این همه چیز کردیم که اومدیم الان کارگردان. خیلی ما میگن آقا بازی نکن. آره بازی نکن. شما وقتی که بازی میکنی میشه ادا، میشه تقلید. بازیگر که نباید بازی بکنه، بازیگر باید زندگی بکنه با اون شخصیت، اون شخصیت رو لمسش کنه، باهاش زندگی بکنه، عین زندگی واقعی خودش. وقتی که زندگی بکنی، بینندم راحت باورش میکنه، باورپذیریش میره بالا. درست. و این چقدر زمان شما زود فراموش میکنین وقتی به زندگی شخصیتون برمیگردین یا که تاثیراتش به میباشه؟ هر حال تا بخوای از این نقش جدا بشی یه مقداری طول میکشه دیگه. اینجوری هم نیست که امروز کارت تموم شد بگی من دیگه فردا دیگه نه این آدم نیستم. نه، یک سری خصلت هایی که اون شخصیت داره که شما ریختی داخل وجود خودت و حالا اون آدم شدی، این طول میکشه به مرور زمان تا میخوای بری سر یه کار دیگه بشی، یه شخصیت دیگه. یه زمانی میبره، طول میکشه تا یواش یواش از اون شخصیت فاصله بگیری. و شما واقعا کارهای بی‌نظیری دارین و قسمی که پیشتر خودتان گفتین حتی به خاطر ندارین که چقدر کار کردین و ماشاءالله کارهای حرفه‌ای و با تمام معنا عالی بوده. بالغ بر 70 تا دونه فقط فیلم سینمایی دارم. ماشاءالله. بالغ بر 400 قسمت فقط سریال دارم. بله. بالغ بر 100 تا دونه تلفیلم دارم. خیلی کار کردم و واقعا در این عرصه بی‌نظیر هستید. فقط میخوایم بپرسیم استاد که چه چالش‌هایی بوده؟ طبعا راحت نرسیدین به این جایگاه. این مسیر چطور بوده؟ ببین، مسیر همواری نیست، مسیر دشواریه، خیلی سخته. یعنی اگه قراره که شما بیای بگی من میخوام یک بازیگر بشم، بازیگری که مردم دوستش داشته باشم، وگرنه ما بازیگر زیاد داریم، اون بازیگری بشی که مردم دوستش داشته باشم و هیچ نقطه تاریکی توی پرونده کاریت وجود نداشته باشه. الهی شد من جوری زندگی کردم، جوری کار کردم که همیشه سعی کردم از حاشیه‌ها توی سینما به دور بمونم و هیچ وقت خودم رو وارد حاشیه نکردم و برای رسیدن به اینجا خیلی تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم. من یک شبه وارد سینما نشدم که بگم به خاطر اینکه حالا مثلا من یک چهره خوشگلی داشتم اومدم و فلان. نه، من با زحمت، با تلاش به اینجا رسیدم. من از 12 سالگی تئاتر کار کردم. یعنی اول رفتم وارد عرصه تئاتر شدم، چندین سال رفتم کار تئاتر کار کردم. واقعا. بعد اومدم رفتم کلاس‌های مختلف بازیگری رو گذروندم، درسش رو خوندم، رفتم این ور اون ور، انقدر تلاش کردم تا رسیدم به اینجا با نقش‌های کوچیک. نیومدم یه دفعه رول اول بگیرم. بله. من سال 59 وقتی که اولین نقشی رو که بازی کردم، یه نقشی بود که کلاً 10 دقیقه یه رو توش بازی داشتم به نام فیلم سینمایی توجیه. خدا بیامرز آقای حقانی پرست کارگردانی کردن. یعنی یک مسیر بسیار دشواری است، ولی تنها چیزی که آدم رو به نقطه موفقیت میرسونه انگیزه، تعهد و پشتکاره. یعنی اگر شما این رو داشته باشی، مطمئن باشی که موفق خواهی شد و به اون چیزی که میخوای میرسی. اگر نه، پشتکار نداشته باشی، بگی آقا من الان اومدم تو سینما امروز، ای بابا چرا اینجوری شد، من 5 سال دارم کار تئاتر میکنم ولی به هیچ جا نرسیدم. نه، با تلاش کرد، تلاش کن و خودت رو نشون بده. دقیق. وقتی که نشون بدی دیده میشی، دیده که شدی یواش یواش راهتو پیدا میکنی. بالکل. و دیدگاه شما درباره سینمای ایران در حال حاضر و تفاوت میان سینمای فیلی و قبلی چه است استاد؟ اصلا زمین تا آسمون با هم متفاوته. چه تفاوتی؟ شما از جهت جشنواره‌ای نگاه بکنی، اصلا قبل از انقلاب ما فیلم‌های جشنواره‌ای نداشتیم توی دنیا. الان فیلمایی که داره توی دنیا داره توی ایران داره ساخته میشه، داره تو دنیا داره نمایش داده میشه و داره میره برای اسکار. هرچند من اصلا معتقد نیستم که اگر حالا فیلمای ما مثلا فکر کن میره جشنواره‌های خارج جایزه میگیره، دلیل بر اینه که نه ما سینمامون سینمای خوبیه و این فیلمای خوبیه. نه، مهم اون تعهدی است که یک فیلمساز نسبت به مردم کشورش و
جمهوریتش و دینش نسبت به این مردمش داره در ساخت فیلماش. دقیق. وقتی که نگاهش یک نگاه انسانی اسلامی و هویت دار باشه، مسلماً سینمای موفقی خواهد بود. و سینمای ما بعد از انقلاب تازه شکل گرفت، تازه خودش رو پیدا کرد و دارای یک جایگاه بسیار با ارزشی، چه تو زمینه‌های داخلی چه تو زمینه‌های بین‌المللی شد و اصلا نمیشه منکر این قضیه شد. عالیس. و امیدوارم که انشالله افغانستان هم به این نقطه برسه و من مطمئنم که میرسه. یعنی با تلاشی که جوانایی مثل شماها دارن و کارهایی که دارید میکنید، مطمئن باشید که شما چندین سال دیگه خودتون خواهید دید که سینمای افغانستان به کجا خواهد رسید. انشالله زنده باشین دوستان. و بجز بازیگری به چه فعالیت‌های دیگه شما علاقه دارید؟ من هیچ کار دیگه ای ندارم. یعنی کار دیگه ای از دستم بر نمیاد که من تمام زندگیم رو گذاشتم برای بازیگری، تمام وقتم رو گذاشتم برای بازیگری. حالا چند جایی هم تدریس میکردم و اینا، ولی الان دیگه بازنشست شدم و نمیکشه دیگه، توانش رو ندارم که بخوام حالا مثلا فکر کنید که بخوام زیاد توی این عرصه کار کنم. همین جوریش هم فیلم کار میکنم، الانم زیاد سر این کار و اون کار نمیرم، بیشتر سعی میکنم یه تک و توک یکی دو تا کار انتخاب میکنم و کاری که در جهت تفکرات خودم باشه، در جهت فکری که خودم دارم نسبت به اون نقش و اون شخصیت و اون قصه هایی که میخوام کار کنم. هر قصه ایرام کار نمیکنم. بله. اون چیزی که دوست داشته باشم و جزء باورهای من باشه اون رو انتخاب میکنم و تک و توک کار میکنم. آره درست. و قناعتتون حاصل شده از کارهایی که کردین؟ یعنی نتیجه ای رو که گرفتین تا جای قناعت شما حاصل شده؟ خدا رو شکر. آره چرا نه؟ مگه دیگه میخواستیم چی کار بکنیم؟ قربونت برم. میخواستیم که بالاخره کار بکنیم و برای کشورمون مفید باشیم و در جهت اطلاع فرهنگ ناب اسلامی، ناب اصیل خودمون میخواستیم قدم برداریم که همه تلاشامون رو کردیم. من توی سینما فقط بازیگر نبودم، من مدیر تولید بودم، طراح صحنه بودم، مدیر صحنه بودم، منشی صحنه بودم، گیریمور بودم، تدارکاتچی بودم، خدا رو به سر شاهده هر کاری که فکرشو بکنید که من شخصیت اصلی فیلم سینمایی بودم، در کنارش داشتم کار صحنه میکردم، اکسسوار بار میکردم، میگرفتم رو کولم میبردم، صحنه رو میچیدم، صحنه رو آماده میکردم، بعد میرفتم لباس خودم رو میپوشیدم، گیریم میشدم، میومدم بازی میکردم. با این عشق و علاقه و بله اینجوری ما کار کردیم، تلاش کردیم، اومدیم زحمت کشیدیم، تازه سینه رسیدیم به اینجا. دقیقاً. یعنی یک شبه نبوده. واقعا. و فعلا پروژه روی دست دارین؟ مصروف کاری هستین؟ عرض کنم که بله، یکی دو یه قراردادی نوشتم، انشالله قراره برم تهران، باید برم شروع کنم. ولی یک فیلم سریال دیگه ساختم، آماده پخشه به نام رویان که حالا انشالله اونم پخش میشه، مردم نگاه میکنن و منتظرم تا انشالله یک کار تاریخی هم، حالا نمیخوام از الان اسم ببرم بگم عنوانش رو، حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته. یک کار تاریخی بسیار خوبم قرار هستش که کار بکنیم. اگر اتفاقی پیش نیاد، زنده باشیم انشالله و قسمتمون باشه این کار رو انجام بدیم، بعداً راجع به اون صحبت انشالله که انجام بدین و اون بهتون طولانی و با عزت. جناب استاد منتظرش به صبرانه هستیم و واقعا در افغانستان شما طرفدارای به خصوص خود را دارین که عاشقانه دوستتان دارن و مشتاق دیدارتان هستن. ما هم مردم افغانستان رو دوست داریم. میفهمم. تشکر میکنم از شما. سلام بنده رو به همه مردم دوست داشتنی، صمیمی و مهمان نواز افغانستان برسونید. از طرف ما بگید که بالاخره ما کوچیک همه مردم افغان عزیز ما هستین. استاد دیدگاه شما درباره حضور مهاجرین افغان در ایران چی است و حضور اینا را چگونه به جامعه ایران تاثیرگذار میبینین و چقدر منفعت داره و حتی بیا مشکل ساز است؟ نه ببینید، من عرض کنم خدمتتون، یه چیز طبیعیه که توی هر کشوری وقتی که برای حال انقلابی داره رخ میده، یک سری ناراضیان، یک سری راضیان، دارن کار میکنن، میان و میرن. نه، کشور ما هم الان چیزی 10-12 میلیون نفر از همسایه خودمون کشور افغانستان اونجا هستن و دارن کار میکنن و مورد احترام همه مردم ایران هم هستن. یعنی اصلا اینجوری فکر نکنید ما
مهاجرین افغان رو توی کشور خودمون اصلا غریبه نمیدونیم. دقیق. اونا مثل برادر و خواهر خودمون میمونن. ما داریم خیلی مسالمت آمیز داریم با هم زندگی میکنیم. من عرض کردم اون اوایل سخنانم خدمت شما. بله. من زندگیم دست الان یکی از دوستان افغانی خودم هستش. کلید خونمون کلهم، کلید خونه، کلید زندگیمون، همه چیمون دست این بنده خداست. و برعکس این بنده خدا ماشینی که میخره، خونه‌ای که میخره الان توی ایران چون نمیتونه به نامش کنه، همش به نام ماست. پس هم من مورد اطمینان ایشونم، هم ایشون مورد. اصلا ما خیلی مسالمت آمیز داریم کنار هم زندگی کنیم. ولی من حرفم سر یه مسئله‌ایه. من میگم که امیدوارم که انشالله توی این کشور شرایطی به وجود بیاد این کارخونه جاده را بیفته. شرایط کار، اینا همه از روی بیکاری دارن تلاش میکنن، دارن میان حالا مهاجرت میکنن این ور اون ور. درسته؟ بله. اگر این شرایط توی کشور خودشون به وجود بیاد که کار باشه، شغل باشه، این وضع شرایط ایجاد بشه، میان همه کی بهتر از کجا بهتر از خاک خود آدم. بالکل که بیان هر روی ناچاریه، به هر حال میان نگاه میکنن، میبینن کار ندارن، بیکارن، برمیگردن، میخوان میان دوباره اونجا کار بکنن و میان اونجا زحمت میکشن، میان کار میکنن، نمیان تفریح بکنن. واقعا به خاطر همینه میگم من مطمئنم که انشالله تا چندین سال دیگه اگر جوانای مثل شما ببین کارهای فرهنگی بکنید، کارهای رسانه‌ای بکنید، کاری بکنید که مردم، تمام همشریاتون، هموطنانتون که توی خارج، اصلا بحث تنها ایران نیست، تو تمام دنیا الان پخشن. بله. تو آلمان، فرانسه، انگلیس، امریکا، همه جا هستن. اینا چرا باید نباشن تو کشور خودشون؟ باید باشن، باید بیا. خب شرایط رو به وجود باید بیارید. شما باید شرایط رو به وجود بیارید که یه افغانی وقتی میخواد بیاد اینجا نگه که آقا من بیکارم، توی خرج خانواده و زندگی میمونم، شرمنده زن و بچه‌م میشم. اگر این شغل براش مهیا باشه، اگه شرایط زندگی براش مهیا باشه، دغدغه خاطر نداشته باشه راجع به کار و زندگی و مسائل دیگه‌اش، مثلا مطمئن باشید که این خاکو ترک نمیکنه. هم یعنی شما اگر خدایی نکرده اتفاقی برای این کشور بخواد بیفته، شما مطمئن باشید که همونایی که الان مهاجر هستن خارج از کشور، همه برمیگردن و اینجا و میان خاکشون دفاع میکنن. واقعا اصلا شکی نداشته باشین. لطف داریم استاد، زنده باشین. و کدام نقشا در کارنامه هنریتان استاد برای شما ماندگارتر بوده و دوستش داره؟ من همشون رو دوست دارم، چون برای همشون تلاش کردم، زحمت کشیدم. اصلا فرقی برای من نمیکنه. نمیخوام اون شعار همیشگی رو بدم بگم که مگه آدم بین بچه‌هاش فرق میذاره. نه، ولی واقعا من دوست داشتم کارامو دوست داشتم، چه تو بخش سینماییش چه تو بخش سریالش. و استاد از سریال های مذهبی که شما نقش ایفا کردید، از یکیشان اگر کدام دیالوگی که به دل خودتان نشسته باشه؟ ما که همیشه هیچ الهی جز خالق آسمان و زمین در این جهان وجود ندارد. خدای ابراهیم، خدای عیسی، خدای موسی و خدای آخرین پیامبر که ستوده است و جهان در انتظار اوست. این یه مونولوگ از دیالوگای اصحاب کهف بود رو مقابل توی قصر کاخ دیوکلتیانوس، و این همیشه به خاطر شماست و حفظش کرد. و استاد همکاری با کدام بازیگرا و کدام کارگردان برای شما قابل تحسین بوده و دوست داشتین که همراهشون کارا ادامه داشته باشه؟ من با هیچ کدوم از بازیگرا هیچ وقت مشکل نداشتم. من با همه راحتم. با همه رو دوست دارم. برای همه بازیگرا احترام قائلم، ارزش قائلم و هیچ وقت طوری رفتار نمی کنم که کسی سر کار از دست من دلگیر بشه، ناراحت بشه. هیچ وقت. توی بحث کارگردانا هم همینجور. ولی خب یک سری کارگردانا بودن که من همیشه یک جور دیگری با اینا ارتباطم با این اشخاص یک جور دیگری بوده. خدا رحمتش کنه. آقای سلحشور بودن، داوود میرباقری، عرض کنم که جمال شورجس، عرض کنم شهریار بهرانیه. من اینا رو یه جورایی دیگه دوست دارم دیگه. حالا شاید به خاطر اینه که من اصلا کلا کارم رو با این افراد شروع کردم، شاید به خاطر نگاهشون نسبت به سینما، دیدشون نسبت به ارزش‌های هنری است، شاید به خاطر اینه. ولی کلا من با همه کارگردانا خیلی خوب و دوست و رفیق و بدون مشکل بودیم. عالی است جناب استاد. استاد برنامه تقریبا ختم است. پادکست ما شما فقط یک جایی که
دیالوگ شما واقعا به قلب میشینه و خیلی خوشایند است. لحظه است که یوسف پیامبر، کرکتر یوسف پیامبر فرار میکنه و خانم زلیخا به پشت او است و نقش شما میگه که اینجا خبرایی است که ما از آن بخبریم. امی دیالوگ رو میشه برای من یک بار بگین استاد؟ خیلی نمیدونم اون صحنه‌ای که پشت پیرنش پاره میشه. بله. اینجا خبرهایی است که من از آن بیخبرم. چه خبر است اینجا؟ لیس استاد عزیز لطف کردین، بسیار تشکر که دعوت ما را پذیرفتین، افتخار دادین که آمدین به برنامه ما و در آخر میخوایم یک پیامی داشته باشیم از شما برای مردم افغانستان و گفتنی داشته باشین. کمری ما در خدمت شماست. من خیلی کوچیکتر از اونم که بخوام به مردم بزرگ قهرمان و شهید پرور افغانستان بخوام پیام بدم، خیلی کوچیکتر از اونم. فقط یک جمله میتونم بگم که مردم خوب افغانستان، قدر این خاک رو بدونید، قدر هموطناتون رو بدونید، قدر این کشور رو بدونید. این خاک براش خونها ریخته شده، این خاک براش مبارزینی بودن که به شهادت رسیدن، شهادت ها داده، خون شهیدای اینجا ریخته شده که هر قدم به قدم این خاک با ارزشه و قابل عبادت کردن و سجده کردن بر این خاک. این خاک جایی با ارزشیه، قدرش رو بدونید و برای آبادانی کشورتون تلاش بکنید، دست به دست هم دیگه بدید، تلاش بکنید تا انشالله در آینده یک کشوری نمونه، کشوری که الان دارن شاید خیلی ها دارن نسبت بهشون دارن یک جور دیگری نگاه میکنن، همه اینا به دست توانمند شماها ساخته میشه. همه اینا خودتون میتونید رقم بزنید. شما مردمان سخت کوشی هستید، زحمت کشی هستید، تو بدترین شرایط مقاومت کردید، ایستادگی کردید، موندید و تلاش کردید و دارید میسازید و این سازندگی رو ادامه بدید، دست به دست همدیگه بدید. به تمام مردم خوب افغانستان که مهاجرت کردن دارم میگم، یک کلمه میگم که دلتون میاد این خاک مثل پدر آدم میمونه، مثل مادر آدم میمونه. چه جوری دلشون میاد که این خاک رو رها میکنن و میرن تو آغوش جای دیگه، برگردن بیان دست به دست هم دیگه بدن و این کشور رو آبادش کنن. این کشور آبا و اجدادی شما هاست. این رو باید من تمام دنیا رو اگر بهم بدن با یک وجب خاک کشورم عوضش نمیکنم. بهترین کشورها الان به من ویزا میدن که من برم توی اون کشور رو وایسم و برم واسم زندگی بکنم و خدا رو شکر مشکلی هم ندارم و چه جهت مالیش چه جهت هیچ مشکلی هم ندارم برم، ولی نمیتونم برم به خاطر اینکه من به مردم کشورم بدهکارم و من تعلق دارم به مردم کشورم، مال مردم این کشورم. من هر چی شدم صدقه سری همین مردم کشورم بوده. اگر من به این نقطه رسیدم، به این جایگاه رسیدم توی بازیگری، همش به خاطر همین مردم خوب کشور خودم بوده. دقیق. من برای شهدای کشورم و شهدای اینجا ارزش و احترام خاصی قائلم، برای تمام شهدا، برای جانبازان، برای آزاده های عزیزمون که همشون واقعا چندین سال توی اسارت بودن. من به تک تک این افراد بدهکارم و خودم رو بدهکار میدونم. تحت هیچ شرایطی هم از این مملکت هیچ کجا نمیرم و مطمئن باشید که مردم افغانستان هم انشالله همه اونایی که مهاجرت کردن، همه اونا به زودی برمیگردن میان و دست به دست هم دیگه میدن. به اتفاق همین افرادی که اینجا هستن انشالله یک کشور آباد و سرفراز و سربلند و درست حسابی به دنیا معرفی میکنن. شما انشالله 10 سال دیگه این افغانستان رو نگاه کنید با امید ایشالله اون روز. انشالله. بسیار تشکر استاد، دوستت داریم. فدای شما باشم. واقعا عزیز هستین برای ما. زنده باشی ایشالله. این حرف از طرف من نیست، از طرف مردم افغانستان. الهی زنده باشین. زنده باشین. فدای شما باشم. تشکر میکنم. حرفایی که استاد زدن واقعا فراموش کردم که دیگه چی بگویم و محو شدم دمی بین حرفهایشان و آرزو میکنم که دوستان و
هموطنانی که رفتن بیرون و حالا به هر شرایطی دست و پنجه نرم میکنن، انشالله که روزگاری پس بر بگردن و برای آبادانی کشور سعیم شون و یک جا با هم پیش بریم. دوستان از شما هم تشکر که پادکست ما را دنبال کردین و حتما سابسکرایب بکنین، حتما ما را دنبال بکنین که و سابسکرایب شما اعتمادی میشه برای دوستا و عزیزایی که ما بتونیم در این میز بیاریم و شما بینندش باشین. لطف دارین، سلامت باشین. تشکر میکنم بابت حمایت های همیشگی شما. استاد بسیار تشکر. محبت قربان شما. حامیان مالی این برنامه: موبلایل جی ام، مسئولی از کشور ترکمنستان، و اخبرواق موبایل.